وقتی خبر فوت یکی رو میدن، اقوام اول از همه میرن جلوی آینه ببینن صورتشون اونقدر تمیز هست که تا 40 مجبور نباشن برن آرایشگاه. بعد از اونم هواشناسی رو میبینن که یه وقت سرما نخورن، تو خاک سپارشی از گرما خفه نشن. چی بپوشن؟ چقدر از سلاحشون رو بندازن که 4 تا فامیل دیدن بگن فلانی یه چیزی تو دست و گردنش بود. بعدم که سر نهار و شام یه وقت غذا بد نباشه. چرا جای کباب مرغ دادن؟ چرا نوشابه زرد دادن جای مشکی؟ یا اصلا چرا دوغ ندادن؟ بعدم میشینن از خاطرات مرحوم میگن. 40 هم تا اعلامیه‌اش رو نبینن اصلا یادشون نمیاد که کی رسیده، کی باید برن. با همه اینا اگه هنوزم فکر میکنی باید با حرف آدما زندگی کنی، باید بهت بگم کل زندگی تو باختی.